در کتب مهم شیعیان وجود حضرت رقیه سلام الله علیها یا دختر 3 الی 4 ساله سید الشهدا علیه السلام ذکر شده، اما در این کلیپ کاغذ و تا می‌خواهیم منابع کهن در این باره را بررسی کنیم. سیف ابن امیره نخعی از اصحاب امام صادق و امام کاظم بوده و عالمان بزرگی مانند شیخ طوسی وی را ثقه یعنی مورد اعتماد دانسته. وی یکی از 2 نفری است که شیخ طوسی سند اصل زیارت عاشورا را از ایشان نقل می‌کند. سیف ابن امیره در قرن دوم قصیده‌ای سروده که نام حضرت رقیه و رنج‌های ایشان ذکر شده. بیهقی مشهور به ابن فندق، عالم، تاریخ‌نگار، منجم و فقیه قرن پنجم است. ابن شهرآشوب از پدر بیهقی و کتاب او که پسرش دست نوشتی از آن را در دسترس وی گذاشته یاد کرده و او را در زمره استادان خود برشمرده و همچنین نامش را در شمار بزرگان شیعی آورده. بیهقی درباره عاشورا می‌نویسد: از فرزندان امام حسین جز حضرت زین العابدین و فاطمه و سکینه و رقیه باقی نمانده است. عمادالدین طبری از محدثین و دانشمندان شیعه در قرن هفتم است که مهمترین اثر معروف او کتاب کامل بهایی نام دارد. طبری ماجرای شهادت دختر کوچک امام حسین در خرابه شام را نقل کرده. محمد ابن ابی طالب حائری از خطبای شیعه در قرن دهم نیز نوشته: در شهر دمشق خرابه‌ای را دیدم که بر سنگ نوشته در آن نام پیامبر و امامان 12 گانه نوشته شده بود و پس از آن چنین نوشته بود: این قبر دختر حسین ابن امیرالمؤمنین علیه السلام است. همه ما با نام دختر کوچک امام حسین علیه السلام حضرت رقیه سلام الله علیها آشناییم. دختر 3 یا 4 ساله‌ای که در واقعه کربلا حضور داشت و با چشمای کوچک و نگرانش شاهد جنایت بزرگی شد که علیه پدر و خاندانش رخ داد. پس از عاشورا حضرت رقیه همراه باقی اسرا و اهل بیت به کوفه و سپس به شام برده شدند و همه اینها در حالی بود که در مسیر کربلا به شام دنیای کودکانی رقیه سلام الله علیها کاملا خراب و ویران شده بود. موهای او انقدر کشیده شده بودند که پریشان بود. صورتش به خاطر ضربه و سیلی‌های سربازان یزید کبود و نیلی شده بود و لباسهایش پاره و خاکی بود. زمان گذشت تا اینکه آنها به شام رسیدند. به شام که رسیدن صدای طبل و شادی مردم رو به خیابون کشوند. یزید دستور داده بود شهر رو آذین ببندند. کاروان اهل بیت وارد شد و یزید دستور داد خانواده پیامبر رو در خرابه‌ای ویران و تاریک سکونت دهند، مکانی درست در نزدیکی کاخ خود یزید. شبی از شبها رقیه با وحشت از خواب پرید. او گریه میکرد و انگار که از وضعیت فعلی خودش خسته شده بود و سراغ پدرش رو میگرفت. رقیه میگفت: بابای من کو؟ من بابامو همین الان توی خواب دیدم. بابام خیلی ناراحت و ناآروم بود. عمه‌اش حضرت زینب سلام الله علیها به آرامی گفت: بابات رفته سفر. ولی رقیه خانوم نمیدونست که منظور عمه از سفر سفریه که هرگز بازگشتی در اون نیست، سفر آخرت. حضرت زینب هر کاری که کرد فایده ای نداشت و با شنیدن صدای گریه های رقیه تمام زنان اهل بیت شروع به ناله و زاری کردند. حتی صدای شیون بچه های دیگه هم بلند شد و اونها هم به گریه افتادند. صدای گریه ها انقدر زیاد شد تا اینکه به قصر یزید رسید. یزید پرسید چه خبر شده و وقتی ماجرا رو شنید دستور داد سر پدرش رو برای رقیه ببرن. سربازان سنگدل شامی بدون در نظر گرفتن عواقب این کار بلافاصله سر امام حسین علیه السلام رو در تشتی گذاشتن و وارد خرابه شدند. سربازان سر بریده امام حسین علیه السلام رو در پارچه‌ای پیچیده بودند و جلوی رقیه خانوم گذاشتند. رقیه خانوم با دیدن دیس و تش گفتن من غذا نمیخوام. سربازان هم گفتن نه این غذا نیست، این رو بازش کن تا جواب سوالاتت رو بگیری. حضرت رقیه وقتی پارچه رو کنار زد ناگهان چشمهای کوچکش با واقعیتی بزرگ روبرو شد. او سر پدرش رو دید. سر پدر غرق در خون بود و جلوی دستان کوچک رقیه قرار داشت. رقیه 3 ساله که تا اون لحظه بیخبر از شهادت پدرش بود با صدای ترسیده و بغض آلودی گفت: بابا جون کی اینطوری خونت رو رید؟ کی رگ گردنت رو برید؟ من کوچیکو کی یتیم کرد؟ بعد از تو دیگه باید به کی دل خوش کنم؟ و بعد سر پدرش رو بغل کرد، لبهای کوچکش رو روی لبهای پدر گذاشت و انقدر گریه کرد که از حال رفت.
امام سجاد علیه السلام برادر حضرت رقیه بعد از چند دقیقه به عمه‌شون گفتن عمه جان خواهرمو از کنار سر پدر بردارید. اما حضرت زینب گفت بذارید سیر گریه کنن. امام گفت عمه جان خواهرم روی سر پدرم از دنیا رفته است. وقتی همه زنان دور حضرت رقیه جمع شدن و حرکتش دادن دیدن روح کوچکش پر کشیده. همه گریستن و آن روز هیچ کس نخندید و انگار دوباره داغ عزیزان در کربلا زنده شد. بعد از شهادت مظلومانه حضرت رقیه در گوشه یک خرابه زنی مأمور غسل پیکر کوچک ایشون شد، ولی وقتی لباس این دختر بچه رو کنار زد با صحنه‌ای تکان دهنده روبرو شد. رد شلاق، زنجیر، کبودی و زخمایی عمیق بر پشت و بدن کودک. زن وحشت کرد و گفت شاید این بچه بیماری داشته، اما حقیقت این نبود. این زخمهایی بودند که از ظلم یزید و لشکرش بر تن کوچک حضرت رقیه باقی مونده بود. وقتی زن پیکر حضرت رقیه رو دید ترسید، برای همین از حضرت زینب سوال کرد. اما حضرت زینب با ناراحتی پاسخ دادن نه اینها بیماری نیست، اینها آثار شلاق‌هایی است که به دست بنی امیه بر بدن این کودک نقش بسته. و بدین شکل حضرت رقیه سلام الله علیها در کنار مسجد جامع دمشق دفن شد و قبر او امروز یکی از زیارتگاه‌های خاص دنیاست. هر کسی به آنجا می رود از حال و هوای وستشرق الشمس التي تاقت إليها أمتي هذا الصباح فقد أتى وإلى तुम बेदिल हो मेरे बचपन के